گول نخورین آقا. روزگار گول زدنه. من به هیچ کس و به هیچ چیزی وابسته نیستم. حرم راحت، نه چپم نه راست، نه به اون بالا نه. منو دعوت کردن بیت رهبری همین شب 40. وقتی آقا زنگ زد گفتم آقا نمیام. لب و لوچه من برای آمدن بیت رهبری آب نمیفته. بهت بگم بعضی هستن از اون خیابون پاستور تهران عبور کنن، بعد میرن میگه آقا ما از کنار خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، برای خودشون نون آبی تهیه کنن. گفتم نه، من بعد 15 سال هنوز تهران مستاجرم، راحتم هستم. که شما هم سعی کنیم چیز زود ایمان نیاری. ایمان بیاری وقت مجبوری هر چی آقا گفت همین دنبالش بری. هر جا میفهمی آقا داره میگه اشتباه میکنه، ولی چون ایمان آوردی دیگه هر چی گفت باید بری. فقط به 14 نفر ما میتونیم ایمان بیاریم که چشم بسته هر چی گفتن قبول کنیم. اون بقیه غیر از اون 14 نفر هر چی گفتن، به قول ابو علی سینا فذره فی بقعه الامکان. حضرت آیت الله 3 تا آیت الله هم که با آقا بگن، 3 تا عظما هم که روش بذارن، دوباره بگو آقا ممکنه حرف آقا من با فکر کنم. آقا اهل کشف و کرامات باش. مرتضی اهل کشف و کرامات. آقا خبر از غیب میده، مرتضی هندی هم خبر از غیب میدن. همچین راحت خیلی الحمدلله خدا اینا رو گذاشته که ما یهو گول نخوریم. میزان علیه، میزان علی، میزان خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، ترازوه. با این سنگ میتونه همه چی رو بکشه. آیت الله بذار این طرف، علی رو بذار اون طرف. اگه دیدی با این خوند بدون به این آقا دست آقا رو، اگه نخوندی چی؟ آیت الله میگن بگم. قرآن که میگه افلا ینظرون الی الابل، که میگه خود یه شتر هم آیت الله. حضرت آیت الله شتر میتونیم بگیم طبق قرآن. آیات اینا کور شوم، لال شوم، کر شوم، ولی محال است که من خر شوم. آخر نمیشه که آدم همینجوری بخون برو، نمیشه که آقا موقع هر چه بره با 4 نفر همراه آقا برن. اینا بازیگریه. به همین صراحت که دارم بهت میگم، تو هم هنرپیشه‌ای، داری ما رو چخام میکنی، داری سر ما شیره میمالی. اینا باید دنبال راه بیفتن. امام وقتی حرکت میکرد تو نجف، یکی دنبالش میگه آقا برای چی دنبال من راه افتادی؟ یا جلوتر برو یا صبر کن من برم بعد بیا. این آقا بیاد حاج آقا سلام علیکم، این دست آقا رو ببوسه، این عبای آقا رو به صورتش بماله. تو دنبال هوا و هوس خودتی. اینجاست که به زنگاه معلوم میشه کی برای خدا کار میکنه، کی برای خدا میخونه، کی برای خدا منبر میره، کی برای معرکه گیری، کی برای هنرپیشگی و بازیگری. اینا رو من باید به شما بگم، اینا مهمه.